تا حالا به این فکر کردین که اگه خدا پرده برداره از روی کار آدم‌ها چه اتفاقی میفته؟ میگه که خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدم‌ها چه شادی‌ها خورد برهم، چه بازی‌ها شود رسوا. یکی خندد ز آبادی، یکی گرید ز بربادی. یکی از جان کند شادی، یکی از دل کند غوغا. چه کاذب‌ها شود صادق، چه صادق‌ها شود کاذب. چه عابدها شود فاسق، چه فاسق‌ها شود عابد. چه زشتی‌ها شود رنگین، چه تلخی‌ها شود شیرین. چه بالاها رود پایین، چه علیاها شود سفلی. عجب صبری خدا دارد، عجب صبری